زنده باشی مادر جان. سلامت. نه اون چیزی نیست، زنده باشید. ارزش مادر ما بیشتر از این هست. ای جان سلامت باشی. به خدا انگار مادر خودم، یعنی مادر هر جا باشه واقعا مادره، وجودش پاکه، وجودش پر از مهر و محبت. اینجا ما رو نصیحت کرد مادرمون، ایران بالای کوه با میلاد رفته بودیم، گفت حواستون باشه به خدا سرما نخورید، اونجا سفید دره رفتید. واقعا مادر خدا حفظت کنه مادر جان. زنده باشی. آچو جان مرا بچه ها زنگ زدن خیلی مایده میریم یک طوری سمتون میریم. خدا عمر دراز و برکت بده. الهی زنده باشی. به پدر آلوس مراد عزیز، ماشاءالله خدا حفظ میکنه، خدا حفظ میکنه. ماشاءالله انشالله همیشه همینجوری سرحال زنده باشید. یادتون باشه پارسال چه کشتی میگرفت، چه کشتی. و ماشاءالله با این سن و سال 75 سال سن 85 سال ماشاءالله خدا حفظتون کنه. مادرم 75 پدرم 85. ماشاءالله فیلم های کشتین پارسال هست. ماشاءالله گرفته ماشاءالله. میذارم رفقا ببینن. ماشاءالله زنده باشید.